حضرت جان، سوال دوم ما این که درباره کنکورس، یعنی که کنکورس ها رو شما سخن کردید، ما گوش کردیم، الله شما رو جزای خیر بدهد. اما چون به طریق صراحتا الله در سوره مائده آیت 90 و 91 میگوید که این چیز یک حرام است به طریق صراحتا. اما این شب و روز سوال آنچنان برآمده است که آیا این کنکورس هایی که در داخل یا در خارج میگذرد به مانند کنکورس حلال، نمیتونم با کیمچی، یک نام های هر خیلی خلاصه، اینها به همون قماری که در قرآن ذکر شده است میدرآیند یا خیر؟ اگر ها دلیلش چیست؟ اصلا کنکورس کلمه ترجمهش مسابقه میشد. اینا خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن حالا از زمانه میشد که مردم عرق به غیر نامش نامگذاری کرده میخورد. مثلا حالا امروز مردم افیون و کوکنار و معده چای و اینا چای گفته میخورند، مومیا گفته به دیگران میدهند، فریب کرده نامش دیگر میکنن، لیکن وای خمر است، همون مست کننده یا همون کرخ کننده عقل است. تغییر دادن نام قطعی حکم تغییر نمی‌یابد. خود کلمه کنکورس یعنی مسابقه. کنکورس اگر عاید سنجیدن علمی مردم باشد، مثلا سوال میدید که جواب دهد همون غالب میشه، مثلا سوال های علمی دنیوی مثلا هیچ باکی ندارد. کنکورس اصلا همین خیلی است. اما اینا آمدیان قمار نامش کنکورس موندیان. اگر مرادتون همین کنکورس باشد و با کنکورس حلال گفتیان برای آنکه کسی که اگر یعنی همین کنکورس غلبه کند مکافاتش حج گفته، کنکورس حلال گفتن، همه آدمی که همین کنکورس حلال گفت و کافر است و اصطلاح شرعی بازی نکنید. کنکورس حلال شما از کجا میدونید که حلال است؟ کنکورس تو حرام است اگرچه همه مردم به حج فرستانید یا قرآن تحفه کنید، یعنی همین قمار بازی باشد اگر صورتی مسئله. اما کنکورس حقیقی باشد، مثلا مسابقه آیدی تیز دویدن، مسابقه های مثلا دانشی باشد و برای فائز یعنی آن آدمی که غلبه کرد به سوال ها جواب داد یا به مره بر وقت رسید برای مکافات دادن، این دیگر مسئله است. اصلا کنکورس گفته همین چیزا رو میگن، نه این قماری که امروز اینا اجرا میکنن. کسی یعنی همین قمارا رو حلال میگه و کافر است و کسی نامش اگر قمار حلال ماند، کنکورس حلال ماند برای آنکه یک دو نفر به حج میفرسته، او هم کافر است. حضرت جان، سبب این سوال چی بود؟ یک برادر که نمیدونم برادر یا که نو برادر خلاصه برد کرده است یک ماشین. سوال کرد که این رو چیکار کنم، من این رو پرتافته نمیتونم، من این رو چیکار کنم؟ خلاصه وقتی که درباره شریعت فهموندم، اکنون و میخواهد از انسانش نبود که همون چیز حلال بود، همین فتوا رو میکند. اگر شما نگوید فتوای شما رو قبول نمیکند، یک کسی دیگر نگوید قبول نمیکند. 20 یگان دامله ها حلال نگفته است. حضرت جان، یک امام ما میشناسیم پیش میگذرد نماز میخوند، نمیخواهم نام گیرم، اون انسان پیش اون انسان رفتن پرسیدن گفته است که این باکی ندارد ولی تکرار نکنید. چه باکی ندارد؟ این قمار است، این گناه عظیم است، این گناه کبیره است قمار. سوال ما از شما این که استاد عزیز با معذرت زیاد میفهمونید که قمار یعنی چی؟ قمار مثلا پیشتر چیکار میکردن؟ از 10 نفر خروزبازها پول جمع میکردن، مثلا $1000 $10,000. بعد میگن که همین $10,000 یا $9,000 $1,000 از آن مثلا تشکیل کننده همین قمار، این $9,000 برای یکی از همین 10 نفر کی اینه میبرد نامعلوم است. یعنی یا در دیگر بازی های عاشق بازی یا دیگر نوعی بازی ها کارته یا کدام نوعش باشد، یا این لتریه هایی که میکشد اگر فلان رقم برآمد همین گویا که فایز هست، یعنی غلبه کننده هست و مسابقه رو برنده هست. اینا قمار است. اینا پول میتیان، مثلا 1 میلیون پول جمع میشد، 700 800 هزار دلارش قمارباز میخورد و 300 هزار دلارش به پدرکه میموند تحفه ها. این قمار محض است، این حرام است، این مال مردم ناحق خوردن است. هر کل لحم نبت من سحت فالنار اولی به. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر گوشتی که از پول حرام میسازد آتش دوزخ برای وی اولا است.
این گوشت آدم فربه میشد وقتی که خوردن میگیرد، کلام میشد، کودکای معده کلام میشد. از کدام طعام؟ از همون پول حرام، از پول پاره، از پول ریبا، از پول قمار، از پول رشوه. از مردم بیچاره رشوه ستانیده با کودکاتو میخورن. تو هر یک گوشتی که اون بچه کلام میشد آتش دوزخ به همین اولا هست. یعنی به جای این در آتش دوزخ سوزد سبکتر است برایش. یعنی این وعید است و این دلالت به گناهی کبیره میکنه، کبیره بودنش میکنه. چون که به گناهی کبیره وعده دوزخ، وعده عذاب میبیاید، یکی از علامت هایش. بنابراین این کارها قمار است و کدام آدمی که قمار حلال میگه او کافر میشد. او بیچاره از اماما دیگر امامی که مقصد دینش فروخته است، حرام الله از بالای منبر رسول الله حلال حرام گفته است، حرام حلال گفته است، برای او یک قمار حلال گفته، هیچ گپی ندارد دیگر. او از این بزرگتر گناه ها را کرده است. اما استاد یک برادر پیشتر درباره قمار سوال دادن که همون یک آدم خانه برید یا ماشین برید چیکار کند؟ گفتن من این پول پرداخته نمیتونم. گفته است بله ما اینو بارها جواب داده هستیم. اون پول برای خودش استفاده نمیبرد، اونا در راه عمومی خدمت اسلام و مسلمان ها خرج میکند، صرف میکند، از اون پول خلاصی میخورد. پول حرام، کدام نوع حرام باشه، خب پول پاره، مثلا از همین پاره هایی که در وظیفه ایستاده جمع کردید 1 میلیون شد، اون 1 میلیون استفاده بردن حق نداره. همیشه باید خیر کنید، اگرچه به شما ثواب نمیبیاد یعنی باید صرف کنید، باید در راهی که برای عموم مسلمان ها فایده باشد، مانند کافتن یک چاه، مانند مثلا ساختن یگان چیزی که استفاده مردم از آن جاری باشد، برای عموم مسلمان ها باشد فایدهش، با اون صرف میکنید، برای خودتون صرف نمیکنید. اون پول ها رو باید از بهرش برای، لیکن خیلی که در آنده پتایده که این قمار گفته و باید به راه دیگر صرف کرده شد که به فایده عمومی خلق مسلمان برگردد، لیکن برای خودتون صرف نمیکنید. هر مال حرام که هست از مال حرام جمع شده که مال از مال حلالتون جدا میکنید و از بهرش میبرید. یعنی خیلی که در آنده پرتاید یا گور کنید نه، بلکه به جایهای خیریوی میسپارید. بله